یه اتهامی همیشه به اکشی کومار زده میشه، اونم اینه که در هر فیلمی که بازی میکنه فقط به نقش خودش کار نداره، به نقش بقیه هم کار داره و میخواد که نقش خودش از همه مهمتر و طولانی تر باشه. البته این اتهام در مورد بقیه بازیگران هم شنیده شده. در سالهای 2000 شنیده میشد وقتی اکشی کومار تو فیلم‌های پربازیگر کار میکنه از نقش بقیه کم میکنه. این اتهام همیشه به اکشی کومار زده میشد و شنیده میشد به خاطر همین موضوع با شاهد کاپور هم به شدت دچار اختلاف شده و اون هم تو دورانی که شاهد کاپور تازه داشت معروف میشد و توی فیلم‌های بازی میکرد که تک قهرمان بود. اما همون زمان یک فیلم چند بازیگره رو هم انتخاب کرد، شاید برای اینکه فیلم کمدی و تجاری بود، ولی شاهد از انتخاب کردن این فیلم به شدت پشیمون شد. این فیلم بود دیوانه هوئ باگل. بازیگران این فیلم شاهد کاپور و اکشی کومار، پاریش راول و راجپال یاداو بودن، یعنی یک تیم فوق‌العاده که میتونست فیلم رو به شدت موفق کنه. برای همین شاهدم تو انتخاب این فیلم تردید نکرد، ولی وقتی این فیلم رو قبل از اکران دید شوکه شد، چون اون در فیلم بیشتر از این نقش داشت و کلی فیلم برداری کرده بود، ولی تو نسخه نهایی فیلم از نقشش کم شده بود. گفته شده بود به درخواست اکشی کومار از نقش شاهد کاپور کم کرده بودن. اون زمان خب چون اکشی کومار خیلی معروفتر از شاهد کاپور بود، شاهد نمیخواست با اکشی کومار درگیر بشه، ولی تصمیم گرفت دیگه هرگز با اکشی کومار همکاری نکنه و در فیلم‌های پربازیگرم بازی نکنه. شاهد کاپور راه خودش رو در پیش گرفت و فیلمی مثل جب وی مت رو بازی کرد که باعث شد جایگاه اون به عنوان یک سوپر استار مرد تثبیت بشه. ولی چند سال بعد دوباره یه فیلم به شاهد کاپور پیشنهاد شد که اکشی کومار هم در اون فیلم حضور داشت. در این فیلم دو قهرمان حضور داشتن، یه مثبت و یه منفی، و هر دو نقش به اندازه همدیگه قوی و محکم بودن. ولی شاهد این فیلمو به خاطر حضور اکشی کومار رد کرد. این فیلم بود Once Upon a Time in Mumbai دوباره. بله، نقشی که عمران خان در این فیلم بازی کرد اول به شاهد کاپور پیشنهاد شده بود. وقتی شاهد شنید که اکشی کومار در این فیلم هست، این فیلم رو رد کرد و جایگزین اون عمران خان شد. این فیلم در گیشه شکست خورد و شاهد از رد کردنش پشیمون نشد. شاهد و اکشی دیگه هرگز با هم همکاری نکردن، ولی یه ذره از اون قهر و اختلافشون کم شد و ارتباطشون عادی تر شد. وقتی سوریاونشی فیلم اکشی کومار میخواست اکران بشه، شاهد برای این فیلم آرزوی موفقیت کرد. مدتی پیش هم قرار بود فیلم جرسی و فیلم پریتوی راج همزمان اکران بشن و در گیشه رقابت کنن، اما به خاطر کرونا تاریخ اکران همه فیلم‌ها عوض شد و هر دو فیلم بعداً در گیشه شکست خورد. دوستای عزیز، اگه دوست دارید بازم از ماجراهای جذاب بالیوودی براتون بگیم، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. متشکریم.